سلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدید به درسی 24 زبان انگلیسی ما. زبان انگلیسی از صفر از روی کتاب Basic English Grammar by Betty Azar. چون هر وقت درس امروز رو هم با quote of the day یعنی سخن روز آغاز میکنیم و سخن روز امروزمون چنین است: Beautiful days do not come to you. You must walk towards them. by رومی. ترجمهش به زبان تاجیکی می شود: روزهای زیبا به طرف تو نمی آیند، تو باید به طرف آنها روی. سخن مولانا. درس 24. موضوع درس 24 ما The simple present asking questions with where. زمان حاضر عادی پرسیدن سوال با کلمه where یعنی در کجا. در پایان یک مثال آورده ایم: Where do you live? تو در کجا زندگی میکنی؟ بگذاریم با صفحه دیگر. Chapter 3 Using the simple present. چنانه که میدونید در باب سیوم ما تنها موضوع زمان حاضر عادی رو میفهمونیم و موضوع امروزمون رو چخیلی که گفتیم The simple present asking information questions with where. بگذاریم با موضوع درس. چنانه که گفتیم موضوع امروزمون The simple present asking information questions with where. زمان حاضر عادی پرسیدن سوال‌های معلوماتی با کلمه where یعنی در کجا. فرمولایی که از روی آن سوال می‌سازیم چنین است و با فرمولای درسی قبلی خیلی مانند است. تنها در اول جمله کلمه where اضافه می‌شود. در مثال A سوال موضوع درس قبلی است: Do they live in Miami? آیا آنها در میامی زندگی میکنند؟ در جوابهای short answer یعنی در جواب کوتاه اگر yes باشد میگوییم yes they do بله میکنند. اگر نباشد no they don't نه نمیکنند. در موضوع امروزه باشد با کلمه where اگر سوال دادنی باشیم where do they live؟ آنها در کجا زندگی میکنند؟ in Miami در میامی. اگر دراز جواب دادنی باشیم they live in Miami میگوییم. و فرمولش خیلی که گفتیم چنین است: where plus do does plus subject plus main verb. where می شود در کجا، do does فعل های یاری دهنده، subject این اسم جانشین و یا دیگر نام ها، main verb باشد فعل های اساسی. در مثال سی هم این موضوع درس قبلی ما می باشد تنها با فعل یاری دهنده does. Does Gina live in Rome؟ آیا جینا در ریم زندگی میکند؟ اگر جواب yes باشد بله باشد yes she does بله میکند. اگر no باشد no she doesn't نه نمیکند. و اگر با کلمه where سوال دادنی باشیم where does Gina live؟ جینا در کجا زندگی میکند؟ in Rome در روم. اگر دراز جواب دادنی باشیم Gina lives in Rome. جینا در ریم زندگی میکند. بگذاریم به صفحه دیگر. Exercise 32 مشق 32. در این مشق ما طرز سوال دادن در present simple tense یعنی در زمان حاضر عادی رو تکرار میکنیم و این مشق هم موضوع درس قبلی و هم موضوع درس امروزه رو در بر گرفته است و مثال های یکم و دوم رو خود کتاب الکی اجرا کرده است. از مشق های قبلی شما میدانید که در این نمودی مثال ها ما جواب های درون قوس رو دیده از روی آن سوال ها رو میسازیم و اگر جواب های ما با yes no سر شوند سوال ما هم با do does آغاز می شود. اگر جواب ما مکان باشد سوال ما با where آغاز می شود. مثال یکم رو میخونیم: Jean eats lunch at the cafeteria every day. جین هر روز خوراک نصف روزش رو در کافتریا میخورد و جواب ما yes she does بله میکند هست و ما باید با کلمه does سوالمون رو آغاز کنیم. Does Jean eat lunch at the cafeteria every day؟ آیا جین خوراک نصف روزش رو هر روز در کافتریا میخورد؟ جواب yes she does بله. مثال دیگر at the cafeteria در کافتریا مکان گفته شده است. از این رو باید با کلمه where سوال دهیم.
Where does Jean eat lunch every day? جین هر روز خوراکی نصف روزیش رو در کجا میخورد؟ At the cafeteria. در کافتریا. مثال دیگر Peter works at the post office. پیتر در پشتخانه کار میکند. و سوال ما at the post office در پشتخانه است و مکان است. از این رو با کلمه where سوالمون آغاز می شود. Where does Peter work? پیتر در کجا کار میکند؟ At the post office در پشتخانه. در مثال دیگر yes he does هست. از این رو سوالمون چنین می شود. Does Peter work at the post office? آیا پیتر در پشتخانه کار میکند؟ جواب ما yes he does. بله میکند. مثال دیگر I live in an apartment. من در بنا زندگی میکنم و جوابمون yes I do. بله میکنم هست و سوالمون باید چنین شود Do you live in an apartment? آیا تو در بنا زندگی میکنی؟ جواب بله yes I do. بله میکنم. در مثال دیگر in an apartment در بنا هست و سوال ما چنین میشود Where do you live? شما آیا تو در کجا زندگی میکنی؟ In an apartment در بنا. مثال دیگر Bill eats dinner at a restaurant every day. بیل خوراک شامش رو هر روز در طربخانه میخورد. At a restaurant در طربخانه مکان گفته شده است. از این رو سوال ما چنین میشود Where does Bill eat dinner every day? بیل خوراک شامش رو هر روز در کجا میخورد؟ At a restaurant در طربخانه. مثال دیگر I sit in the front row during class. در وقت درس من در قطار پیش می‌نشینم. In the front row در قطار پیش مکان گفته شده است. از این رو سوال ما میشود Where do you sit during class? در وقت درس در کجا می‌نشینی؟ In the front row در قطار پیش. Jessica goes to school at the University of Toronto. جسیکا با مکتب دانشگاه تورنتو می رود. At the University of Toronto. با دانشگاه تورنتو مکان است و سوال ما چنین می شود Where does Jessica go to school? جسیکا با مکتب با کجا می رود؟ At the University of Toronto. با دانشگاه تورنتو. مثال دیگر My book is on my desk. On my desk. کتاب من در بالای میزم هست. در اینجا دقت کنید فعل اساسی ما فعل to be می باشد یعنی فعل is می باشد. از این رو سوال ما فعل do و does نمیگیرد و فعل اساسی ما در سوال هم is میماند. Where is your book? کتاب تو در کجا است؟ در اینجا فعل اساسی go بود. از این رو does گرفت. در اینجا باشد فعل اساسی is هست. از این رو در سوال هم is میگیرد. Where is your book? کتاب تو در کجا است؟ On my desk. در بالای میزم. در مثال دیگر I go to class every morning. من هر سحر با درس میروم. To class با درس و یا با صنف مکان هست. از این رو سوالمون چنین میشود Where do you go every morning? هر سحر با کجا میروی؟ To class با درس و یا با صنف. The students are in class right now. طلبه ها حاضر در صنف هستند. In class در صنف. در اینجا هم دقت کنید فعل اساسی ما یعنی main verb فعل to be are می باشد. از این رو در سوال هم are می گیرد. Where are the students? طلبه ها و یا دانشجوها در کجا هستند؟ In class در صنف. Kangaroos live in Australia. In Australia کنگوروها در استرالیا زندگی میکنند. In Australia در استرالیا مکان هست و ما باید با کلمه where سوال دهیم. Where do kangaroos live? کنگوروها در کجا زندگی میکنند؟ In Australia در استرالیا. Exercise 33 مشق 33. این مشق اختیاری است. خواهید در دفتر نویسید، خواهید دهانی اجرا کنید و اگر یگام دوستتون باشد میتوانید یک جای اجرا کنید. طرز اجرا کردنش رو من به شما میفهمونم. کلمه رو میبینید
با استفاده از کلمه where سوال می‌سازید و با آن جواب می‌دهید. مثلا کلمه live زندگی کردن. با این کلمه با استفاده از کلمه where جمله می‌سازید، سوال می‌سازید. Where do you live؟ تو در کجا زندگی می‌کنی؟ ما قسم یکم رو اجرا کرده ایم و قسم دوم رو شما خودتون اجرا کنید. مثلا با کلمه live زندگی کردن. Where does Ali live؟ علی در کجا زندگی می‌کند؟ Ali lives in دوشنبه. علی در دوشنبه زندگی می‌کند. کلمه دیگر eat lunch every day. هر روز خوراک نصف روزی خوردن. Where do you eat lunch every day؟ تو هر روز خوراک نصف روزیت رو در کجا می‌خوری؟ I eat my lunch at home. من خوراک نصف روزیم رو در خانه می‌خورم. کلمه دیگر go after class رفتن بعد از درس. Where do you go after class؟ بعد از درس به کجا می‌روی؟ I go to the cinema. من به سینما می‌روم. کلمه دیگر study at night شب خواندن. Where does Aziza study at night؟ عزیزه شب در کجا درس می‌خواند؟ She studies at the library. وی در کتابخانه درس می‌خواند. کلمه دیگر go to school به مکتب رفتن. Where do you go to school؟ به کجا به مکتب می‌روی؟ I go to school number 10. من به مکتب رقم 10 به مکتب می‌روم. مثال دیگر buy school supplies احتیاجات مکتبی را خریدن. Where does she buy school supplies؟ وی احتیاجات مکتبیش را از کجا می‌خرد؟ She buys school supplies from the store. وی احتیاجات مکتبیش را از مغازه می‌خرد. مثال‌های هفتم، هشتم، نهم، دهم، 11 و 12 را خودتون چقدر که ما اجرا کردیم اجرا کنید و اگر خواهید از 1 تا 6 را با دیگر جواب‌ها با دیگر سوال‌ها از نو اجرا کنید. Examples مثال‌ها. برای موضوع امروزه را باز هم خوبتر فهمیدن بعضی مثال‌ها را پیشکش شما می‌گردانیم و شما قالب این مثال‌ها را دیده موافق خودتان جمله سازید. مثال یکم Where do you live؟ تو در کجا زندگی میکنی؟ I live in New York. من در نیویورک زندگی میکنم. و یا I live in دوشنبه. من در دوشنبه زندگی میکنم. و یا سوال رو تغییر میدهیم Where does your friend live؟ دوستی تو در کجا زندگی میکند؟ He lives in Moscow. وی در مسکو زندگی میکند. مثال دیگر Where does she work؟ وی در کجا کار میکند؟ She works at the hospital. وی در بیمارخانه کار میکند. سوال رو تغییر میدهیم. مثلا Where does your brother work؟ برادری تو در کجا کار میکند؟ My brother works at the library. برادری من در کتابخانه کار میکند. مثال دیگر Where do they play football؟ آنها در کجا فوتبال بازی میکنند؟ They play football at the park. آنها در باغ فوتبال بازی میکنند. مثلا ورزش رو عوض میکنیم. Where do they play tennis؟ آنها تنیس در کجا بازی میکنند؟ They play tennis at the park. آنها در پارک تنیس بازی میکنند. و یا مکان رو عوض میکنیم. Where do they play football؟ They play football at the stadium. آنها در میدان فوتبال بازی میکنند. مثال دیگر Where does he eat breakfast؟ وی خوراک نهاریش رو در کجا میخورد؟ He eats breakfast at the cafeteria. وی خوراک نهاریش رو در کافتریا میخورد. مثلا خوراک رو عوض میکنیم. Where does she eat lunch؟ وی زن خوراک نصف روزیش رو در کجا میخورد؟ She eats lunch at home. وی خوراک نصف روزیش رو در خانه میخورد. مثال دیگر Where do the children play؟ کودک‌ها در کجا بازی میکنند؟ The children play in the garden. کودک‌ها در باغ بازی میکنند. مثال دیگر Where does your father work؟ پدری تو در کجا کار میکند؟ My father works in an office. پدری من در یک آفیس کار میکند. سوال رو مثلا تغییر میدیم. Where does your mother work؟ مادری تو در کجا کار میکند؟ و یا
Where does your uncle work? امک و یا تقای تو در کجا کار میکند؟ My uncle works in an office. امکی من و یا تقای من در یک آفیس کار میکند. مثال دیگر Where do we buy food? ما خوراک از کجا میخریم؟ We buy food at the supermarket. ما از سوپرمارکت خوراک میخریم. مثلا کلمه food رو عوض میکنید با جایش دیگر چیز میورد. Where do we buy books? ما کتاب ها از کجا میخریم؟ We buy book from the store. ما از مغازه کتاب میخریم. مثال دیگر Where does the dog sleep? سگ در کجا خواب میکند؟ The dog sleeps in the house. سگ در خانه خواب میکند. با جای dog مثلا cat میموند. Where does cat sleep? و یا where does cat go? گربه با کجا میرود؟ The cat goes to the house. گربه با خانه میرود. مثال دیگر Where do you study English? در کجا انگلیسی میآموزی؟ I study English at school. من در مکتب انگلیسی میآموزم. مثلا جواب رو تغییر میدیم. I study English online. من آنلاین انگلیسی میآموزم. و یا Where do you study Russian? تو در کجا روسی میآموزی؟ I study Russian at the center. من در مرکز روسی میآموزم. خلاصه سوال و جواب ها رو تغییر میدهید. با آنها بازی کرده سوال های نو و جواب های نو موافقی خودتون ساخته میتوانید. New words کلمه های نو. کلمه های درس امروزه کلمه های تکراری است. Where در کجا. Food خوراک. School supplies احتیاجات مکتبی. Vacation تعطیل. Week هفته. Weekend آخر هفته روزهای شنبه و یک شنبه. Restaurant طربخانه. Go رفتن. Come آمدن. Read خواندن. Write نوشتن. Live زندگی کردن. Sleep خواب کردن. Play بازی کردن. Study تحصیل کردن. Help کمک کردن. در اینجا درس امروزه ما به پایان میرسد و وظیفه هایی که بعد از این درس ما به شما میدهیم. یکم مشق های کتاب را به دفترتان نویسید. مشق های 32 و 33 باب سوم کتاب را به دفترتان نویسید. دوم با the simple present questions with where 15 جمله نویسید. یعنی با موضوع امروزه 15 جمله نویسید. سوم کلمه های نو را ازیاد کنید. در اینجا درس امروزه ما به پایان میرسد. لطفاً به نوار لایک کنید. فکرهای خود را در شرح ها نویسید. این نوار را به دوستانتان و نزدیکانتان روان کنید. برای خبردار شدن از درس های نو زنگوله را زیر کنید. از همه شما برای تماشای نوار تا آخر منت داریم. لطفاً ما را پیگیری نمایید و منتظر درس های نو باشید.